بدترین مشرکین تاریخ. همگی با هم سلطان عالمین کعبه ایمان، سلطان عالمین کعبه ایمان امیرالمؤمنین علیه السلام را صدا بزنید از خلوص دل: یا علی مدد. دست گدایی به پیشگاه شاه مردان، شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. یا امیر المؤمنین به داد ما برسید. همگی یا علی مدد. استواسه به حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام: یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کروبنا بحق اخیک الحسین. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کروبنا بحق اخیک الحسین. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام اکشف کروبنا بحق اخیک الحسین علیه السلام. هر حاجتی که دارید از آقا ابوالفضل عباس علیه السلام و برادرشان سید الشهدا علیه السلام همین الان میخواید. از بررسی آیات قرآن کریم درباره شرک و حقیقت باور مشرکین به این نتیجه میرسیم که آنچه سبب شده است تا قرآن کریم ابو جهل و ابو لهب و امثال آنان را مشرک و کافر خطاب کند، اعتقاد و باور نادرست آنان به برخی از اولیای الهی بوده است. ود، سوا، یغوث، یعوق و نصر که در زمان نوح علیه السلام مورد پرستش قرار می گرفتند، و یا لات و هبل و عزا و منات که بزرگترین بت‌های مشرکین عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به شمار می رفت، همه نام‌های اولیای الهی هستند که بعد از وفات آنان در ابتدا برای یادبود آنان ساخته شد و بعد از گذر زمان نماد و وسیله‌ای برای تقرب و واسطه‌گری بین مردم و الله متعال دانسته شدند. مشرکینی که مجسمه این اولیای الهی را قبله و کعبه خود دانستند، بر این باور بودند که روح این بندگان صالح در مجسمه هایشان حلول کرده و دعا و خواسته های آنان را می شنوند و به الله متعال می رسانند، و از آنجایی که بندگان مقرب درگاه الهی هستند، الله متعال درخواست آنان را خواهد پذیرفت و رد نخواهد کرد. از این رو با قربانی کردن و نذرهای مختلف برای این مجسمه ها و ذکر و یاد آنها تلاش داشتند تا به زعم خود رضایت آنان را کسب نمایند، به این امید که آن بنده صالح شفاعت این فرد را به درگاه الله متعال بپذیرد، و هرگاه در این عمل خود مورد اعتراض قرار می گرفتند می گفتند اینها شفاعت کنندگان ما نزد الله هستند. قرآن کریم در این باره می فرماید: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. و جز الله چیزهایی را میپرستند که نه زیانی به آنان میرسانند و نه سودی، و میگویند اینها شفیعان ما نزد الله هستند. بگو آیا به گمان خود الله را از وجود شفیعانی آگاه میسازید که او در آسمانها و زمین سراغ ندارد؟ الله از شرکی که به او میورزند پاک و برتر است. و نیز میفرماید: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. و آنان که دوستانی جز او برگزیده اند میگویند ما آنان را عبادت و پرستش نمی کنیم مگر برای آن که واسطه ما باشند و ما را به الله نزدیک کنند. و باید اشاره نمود
که علیرغم تصور بسیاری از مردم، مشرکان عصر پیامبر و یا قبل از آن به وجود الله متعال ایمان داشتند و او تعالی را رازق و خالق خود می دانستند. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. بگو چه کسی شما را از آسمان و زمین روزی می دهد؟ یا چه کسی مالک و آفریدگار گوش و چشم هاست؟ و چه کسی زنده را از مرده و مرده را از زنده پدید می آورد؟ و چه کسی به تدبیر امور می پردازد؟ خواهند گفت الله. پس بگو آیا تقوا پیشه نمی کنید؟ علاوه بر این، مشرکانی چون ابو جهل و امثالش هنگام دچار شدن به مصیبت‌های بزرگ تمام این واسطه ها را فراموش کرده و مستقیما از الله متعال درخواست می نمودند. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. و هنگامی که سوار کشتی شوند خداوند را خالصانه و مخلصانه به دعا می‌خوانند، پس چون آنان را نجات دهد و به خشکی برساند باز ایشان شرک می‌ورزند. حال با توجه به آنچه گذشت، اگر شرک امثال این آخوند را با شرک مشرکین عصر پیامبر مقایسه نماییم، به این نتیجه میرسیم که شرک مدعیان دروغین محبت اهل بیت در عصر و زمانه ما به مراتب بدتر از شرک ابو جهل و ابو لهب است، زیرا که این عده پا را فراتر گذاشته و صفات خالقیت و روزی دادن را به اولیای الهی نسبت داده و آنها را در این صفات هم ردیف الله متعال می دانند. یه چند تا موضوع بود میخواستم بگم در رابطه با توسل کردن به اهل بیت و حضرت پیامبر. از به حضورتون شما که من خواهش دارم از ایشون که دعای توسل رو ایشون یه بار بخونن، ببینن که ما میگیم که یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، ای که آبرومندی در نزد خدا شفاعت کن ما را نزد خدا. ما اینا رو گذاشتیم که برآمد پیش از خدا طلب کنن. من چه رویی دارم به خدا بگم کار من انجام بده؟ مثلا هم از شفاعت میکنن هم خودشان انجام میدن عزیز. هم از شفاعت میکنن هم خودشان انجام میدن عزیز. من از خود ابوالفضل میخوام. من از خود ابوالفضل میخوام که مریضی مرا شفا بده. من از خود ابوالفضل میخوام که مریضی مرا شفا بده. من از خود حضرت ابوالفضل علیه السلام میخوام که من پول بده مال دنیا بده. من از خود حضرت ابوالفضل علیه السلام میخوام که من پول بده مال دنیا بده، زندگی من برکت بده، طول عمر بده. از خودش هم میخوام. عطای اینها عین عطای خدا هست. عطای اینها عین عطای خدا هست. چه از اینها بخواهی چه از خدا. الله متعال بخشنده ترین بخشندگان است و صفت ارحم الراحمین مختص اوست و اگر بنده ای را به خاطر سنگینی بار گناهش نپذیرد، آیا ذاتی مهربانتر از الله وجود دارد که بنده را به حضور بپذیرد و به پیش الله شفاعت کند؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. و چون بندگانم از تو درباره من بپرسند، بدانند که من نزدیکم و درخواست دعا کننده را بدانگاه که مرا میخواند اجابت میکنم. پس باید دعوتم را بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا هدایت یابند. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. و پروردگارتان فرمود مرا بخوانید
تا دعای شما را بپذیرم. الیس الله بکاف عبده، آیا الله برای بنده اش کافی و کارساز نیست؟